معمای بیگانه در شهر. در یکی از شبها کافه معروف شهر میزبان 4 مشتری شد. یکی از آنها یک زن تنها بود که مدام سیگار می‌کشید. دیگری یک مرد تنها که بیلیارد بازی می‌کرد. یک جوان سرخوش نیز در کافه حضور داشت و یک مرد مسن در حال خوردن غذا آنجا بود. شنیده‌ها حاکی از آن است که یکی از آنها مشکل دارد. حال شما بگویید کدام یک بیگانه است؟ و اما جواب معمای قبلی: زن دزد است، زیرا دستکش به دست دارد و اثر انگشتی بر جا نگذاشته است. اگر اهل معما هستی، چنل ما رو سابسکرایب کن.